رفقا تا ایتی هستم. اومدم واسهتون ویدیو بگیرم. اولین ویدیو چنل یوتیوب من هستش. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو فعال کنین که هر وقت من ویدیو گذاشتم واسه شما بیاد و شما اولین نفر باشین که بتونین ویدیو منو ببینیم. خب ویدیوی ما در این مورده که باید چیکار کنید که چهار رنگ گان اصلی کالاف، یعنی گلد و دیگه داماس و پلات و دایموند رو باز میایم این بخش. واسه این که این ستا رنگ، یعنی رنگ دایموند، پلات و داماس گانمون رو باز کنیم اولی باید گلد کنیم. خب واسه گلد باید 60 تا رنگ دیگر رو باز کنیم که اولی مرحله‌اش اینه که کیل بزنی 350 تا با هر توی که دلتون خواست. بعدیش گفته باید نشسته کیل بگیریم از راه دور، اینم از راه دور کیل بگیریم با فول اتچمنت، یعنی 5 اتچمنت رو روی گانتون بندازیم بعد کیل بگیریم. اون یکی هم گفته 50 تا کیل هدشات بگیرین، هدشات بزنین. آخری هم گفته با بدون اتچمنت کار تقریبا سختیه ولی میشه بدون اتچمنت این کار رو انجام بدین. حالا بریم واسه رنگ بعدی که میدونیم رنگ الان من میخوام رنگ دایموند رو واسه رنگ دایموند باید 120 مچ مولتی معمولی پلی بدین که باید درون این 120 مچ بالای 10 کیل بگیریم. واسه رنگ پلات باید کل دسته، مثلا میخواین اسنایپر رنگ پلاتش رو باز کنید، باید کل گانای اسنایپ رو گلد کنین که کار سختیه. در حد 300-400 هزار تومن هم میبره رو اکانتتون که خوبه. رنگ داماس که سخته رین مراحل رو داره، باید کل گانها، کل دسته گانها رو گلد کنید. یعنی الان مثلا میای اینجا باید از اسلحه رایفل شروع کنید، اینا رو که 31 گانه باید اینا رو گلد کنید. اسنایپر همه گلد شه، LMG ها همه گلد شه، SMG ها همه گلد شه، شاتگان همه گلد شه و در آخر این دسته هم همشون گلد شه. حالا یه چیزی دیگه مهم است، واسه اینکه گلد کنیم باید کل اتچمنت گانمون رو باز کنیم. یعنی الان مثلا این اتچمنت تو مرحله 6 دیگه باید کنیمش مرحله 46 تا بتونیم گلد رو باز کنیم. اینم باید انجام بدین، اگه انجام ندین نمیتونید رنگ گلد رو باز کنیم. حالا واسه اینکه گلد کنین یه مرحله داشت به نام اینکه از راه دور کیل بزنین. درسته؟ از راه دور کیل بزنین. حالا اون علامتای کیل میزنین تو مولتی، اون علامتای بالا رو میبینین. هر وقت که از راه دور بزنین این علامت واسهتون میاد. این علامت بذارین، این علامت واسهتون میاد. هر وقت که دیدین این علامت واسهتون اومد یعنی که از راه دور شما کیل زدین و یکی از اون کیل ها رو از اون مرحله رفتین. خب بچه ها اینم از اولین ویدیو چنل من بود. حتما سابسکرایب و لایک کنین و زنگوله رو بزنین که توی کامنت نظر بدین که ویدیو بعدیمون در مورد چی باشه. حالا اگه نظرم ندادین من میذارم دوباره همه چی میذارم، گیم پلی میذارم، آموزشی میذارم، همه اینا رو میذارم. و اینکه قراره دیگه از این به بعد با هم یه سی پیشاش کنیم بزنم گردونه. حالا 117 جدید اضافه شده که میتونیم بگیرین. تاریخ اومدن و رفتن 117 رو بهتون میگم. 117 تو 26 دی اومد، درسته؟ دی 1063 و دقیقا 27 دی 1404 میره و اصلا خودتون نگران نکنین چون قراره هممون این رو بگیریم. خب این نایف لژندری و ایمکس لژندری، این نایف باتون ایمکس باتون
دقیقا اینه گان 117 متری در تاریخ 26/1603 اومدن که قرار 27 خرداد 1404 برن. اینا راحت مدارس گرفتیم. اینا رنگ خوشگلیه، حالا میتونیم باز کنیم. رنگ خوشگلیه دیگه. همین و دیگه خداحافظ.